بخوام براتون قصه بگم اما میخوابین و هر کی فضولی کرد نمیدونه دیگه. با من میده طرف. ستا بوز نه یه بوزه ستا بچه داره. حبه شنگول و منگول شنگول. اینه مادرشون میگه بس خونه نمیاریم بیرون ها، میخوام میرم بازار براتون غذا میاره، شکلیت میاره. باشه گروان میخونی نکه کسی رو کسی ها. باشه اینه تا میره بیرون کی میاد براشون؟ کی میاد؟ آقا گرگه بابا بغرا. اینه میاد میگه تک تک تک. کیه؟ شنگول میگه کیه؟ میگه برک منم مادرتون از بازار براتون آدم سیگره اینه. هوه من گوره خیلی اینه فضول چون می مدرسه میره خیلی اینا. قال این کلاس چندم بود؟ نمدری والله اول پیش دبیرستانی مد نمیدونه من. اینه ابنم لاش بخواد شورو هرچی بهش میخوام احترام میذاره نمیکنه اینه. بچه میگه منم مادرتونش. میگه اگر تو مادرمون چرا انقدر در کلفته؟ اینه من گو خیلی داشت میشه این فضولی میکنه اون تو خیابون. میگه دستت بیار داخل ببینم. آقا گم ساده چه میدونه لره نمیفهمه چیه یعنی میگه یعنی لره بیشتر عربا خرم نیستن ما جلوترشون. ساکتشون والا برام قصه چی ادامه نمیده کنم اینا. دیگه بسه. خواه ای دستش گرگه میار داخل و حبه گل و تعجب میکنه میزن دستش و وسط میینش کنه. قال آخ مویه اول میرم برات عثمانی ها میارم همش خبر میدم و بح داخل آشوینا و خیلی داو بخور